ارواح‌ها خفه شدن. این یقین بودم که اون مردم میگن خدا زده باش، ارواح زدن باز از درد دندان عذاب میکشد. باور دارد که با کوبیدن میخ به چوب و دعاخوانی در این زیارتگاه درد دندانش میماند. زنگ شد. یعنی همین چیزا سبب شده که سبب شرک مردم صوفی و قبر پرست و شیعه همین است که اونها میترسن از روح، میترسن. حتی در طرف ما ملا ها میگن که ارواح زاده باش و خدا زاده نیست، در حالی که این سخن جایز نیست نسبت به الله گفته شود. خدا زاده گفتن جایز نیست، صفت الله زاده نیست. به همین خاطر این چه سبب شرک صوفیا همین است. ارواح نمیآیه و نمیبینه. الله متعال به صراحت در قرآن میگه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. الله متعال میگه کسایی که شما غیر از الله ندا میکنید، یعنی اونها کسانی هستند، بندگانی هستند مثل شما. میگه آیا اونها پای دارن بروند؟ بعضی میروند پیش قبرها دعا میکنن که فلانی کمک ما را کمک، ما را فرزندان کن، مشکل ما را آسان کن. آیا اونها پای دارن که بروند میگه کار شما را درست بکنن؟ اونها پا ندارن. آیا اونها دست دارن چیزی را گیرن؟ اونها دست ندارن که چیزی را گیرن. آیا اونها گوش ها ندارن که شما را شنون؟ اون مردگان گوش ها ندارن، دست ها ندارن. آیا اونها چشمایی دارن که شما را ببینن؟ چشمی ندارن که شما را ببینن. پس مرده نمیآید، نه کاری کرده میتونه به دستش، نه گوشه داره که بشنوه، نه چشمی داره که ببینه. آیا زیاد است را بتبعید. و من افضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر است میگه از اون کسی داره که میره غیر الله ندا میکنه. غیر الله از جمله همینو صالحین، اولیاء، حتی انبیا اگر بکس محمد صلی الله علیه و سلم ندا بکنه هیچ به درد اون نمیرسه. چه کسی میگه گمراه تر از این کسی است که غیر الله ندا میکنه؟ و من افضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له. کسایی که اونها اینا رو دعا اینا رو اجابت نمیکنن تا روز قیامت. اگر اونها را میگه شما دعا بکنید، ندا بکنید، خب تو باشن، خواه ارواح باشه، اونها از ندای شما غافل هستند. و همین خاطر عقیده کفری را دور کردن در کار کسایی که این گونه عقیده دارن. علیاذ بالله اینها دارن مبتلا به شرک اکبر شده هستند. باید توبه بکنن از این عقیده کفری. دوم برادر، اینکه ارواح میآید نمیآید، این ارواح به طرف دنیا نمیآید. می ورایهم برزخ الی یوم یبعثون. الله متعال میگه وقتی که اونها وفات میکنن پس سر اونها پرده هست تا روزی که اونها برانگیخته میشوند، از قبر خسته میشوند، اونها طرف دنیا نمیآیند. عالم برزخ میرن. عالم برزخ عالم ارواح هست. بعضی گفتن عالم برزخ همین قبر هست. و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما قبرستان در اومده السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و المسلمین میگه و اونا برای شما جواب میدهن. یعنی این معنی را نداره که اونها بیاین و ببینن چکار بکنن. این خیلی که امروز ما نمیتونیم عالم برزخ احوال اونها با خبر باشیم. ارواح ها هم نمیتونن بیان از حال ما با خبر باشن. و این عقیده شیعه ها و صوفی های قبوری است. همین چیزا سبب شده هستن که اینها میگن که پیرای ما همراه ما هستن و ما را کمک میکنن و ما را میبینن و روزای تا یک سال روزای پنجشنبه میآیند. مرده یعنی روح مرده خونش میآید و بعد از اون روزهای عید میآید. همین است که روزهای عید مردم میرن سر قبرها، در حالی که روز عید روز خرسندی است. روزی است که انسان در اون روز خوشی و خوشحالی بکنه، به خاندانش خوشی و خوشحالی بدراره. اون روز ضیافت الله است، روز اکل و شرب است، خوردن و نوشیدن هستند، خصوصا عید اضحی، عید قربان. و همین است که همین عقیده صوفی های قبوری و شیعه ها سبب شده است که انسان ها، یک انسان اگر مرده باشه 6 ماه نشده باشه، 7-8 ماه، یا 6 ماه یا 1 سال نشده باشه، مرده نو داره میگن. طرف ما همین خیلی طرف ما عید خانه به خانه میگردن، میرن